بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بیننده‌های عزیز خوب کانال یوتیوب طنز نعیم جانو از برنامه کوچه به کوچه در خدمت شما هستیم. دوستای خوب، آمدیم امروز به ولسوالی زندجان. فقط من خواست به دیدن باغدارا که امروز روز انجیره. سعی میکنیم که درختها انجیر تا چی اندازه انجیر میده، باغا تا چی انجیر داره. شما خواهشمنده که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. میریم خود شما استاسته به ولسوالی زندجان به قلعه ریگ. یک سلام صبح بخیری به خدمت شما دوستای خوب نازنین داریم. جا شما بسیار سبز باشه، جا شما خالی باشه. به ولسوالی زندجان آمدیم به داخل یک باغ پرانجیری. به کنار دوستا هستیم که اول خود معرفی میکنم و دیوم از این باغ انجیر بسته میکنن که چند سال میشه سابقه از این کار دارم و نتیجه انجیر چی رقمه به برج میوه درختی اینا بیتره نتیجه داده یا میوه درختی دیگه به شمول انار و شفتالو و زردالو و چی جلالا اگه معرفی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فاضل بچه علی جان از ولسوالی زندجان. خب اشتب اسم شما و پدر و زندجان برابر. شما دوباره بگیم امیر درسته؟ محمد فاضل بچه علی جان از ولسوالی زندجان. زندجان هم که جان داره. پدر شما هم که جان داره. اگه خود شما میگفتین خیلی برابر محمد فاضل جان بچه علی جان از ولسوالی زندجان. شما جلالا من اجازه هست؟ نام شریف خود بگیم دیگه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محمد هاشم هستم از ولسوالی زندجان. سلام دارم خدمت شما، زنده باشید. خدمت آقای فطرت رئیس شبکه جهانی دنیای نو و یک سلام و ویژه به خدمت کسایی که همی اکنون تصویر من شما رو میبینم. زنده باشیم. دوستای خوب سید احمد جان خود معرفی کنیم. خب بیاد معرفی کرده دیگه گفتم. خب ما که دیروز معرفی کردم. خود دیرو فرق میکنه، امروز خود معرفی کنیم. امیر محمد از ولسوالی زندجان. خدازاده. اسم شما چیه؟ عرفان. رضوان. به. خب از باغا اختلاط کنیم که خود شما چند دونه باغ داریم، تنها می انجیره یا دیگه میوه هم داریم؟ از ما شکر خدا همین سرا و همین انجیرا فعلا به همین زندجان همین کشت مندیر داره دیگه. همین انجیر به همین زندجان خوب میشه، همین مردم
درآمد خوبی داره، کشت خوبی داره، به همین قلعه رک تنها. همین انجیر فضل خدا شکر خدا همین نمره زمین به یک سال که ما همین سما انجیرای جمع میکنیم حدوداً 80,000 90,000 پولی نمیشه. الهی شکر الهی شکر. پول خیر برکتی داره. درسته که چند مدت زحمت میکشی تا همون سما باز کار میکنی. همون سما همون زحمت همون سال آدم پس میده آدم راضی میشی. میگه خدا شکر. الهی شکر. یک چک چک افتخار. پس از این کیت شده یک چهار بیتی لالا میخونم. از این دیگه برنامه ختم نمیکنیم، ادامه میدیم، میریم به داخل بازار. کسایی کنیم برادر امرو گردن و بند باشنیه بالای 5,000 نفر به داخل بازار زنده جون به انجیر خورده آمدن. شروع کنیم بخیر. کنجی هر دلی رفتم، هی با کنجی هر دلی رفتم، بدیدم ماتم دارد. الله جانی که هر کس از پدر دور است، به دل رنج و غم دارد. وای جان هی شما دست پدر بوسید و سنگ سر قبرش. خدا جانی پدر را با پسر بودن صفا و عالم دارد. وای جان هی پدرم دیده به سویت نگران است هنوز. الله جانی غم نادیدن تو بار گران است هنوز. وای جان ای آن گنج نهان، آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود. هم بال و پرم بود و هم تاج سرم بود. وای جان هی هر جا که زمن، هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدن، با خدا آوازه نامش سند معتبرم بود. وای جان بسیار تشکر، بسیار تشکر. تیار خوشحال باشیم. قربان شما. بسیار چهار بیتی برابری بود. حاجی مامان به خیالم به گریه شدم دیگه. است خدای پاک رفتگان ما و جمیع الاسلام بیامرزه. ما پدر نداشتیم نداریم، انا خدا بیامرزه پدر ما و شما و جمیع الاسلام. دوستای خوب برنامه ادامه داره. بیاین که خود شما آستاسته بیروشیم. انا به خیر خوشی برین داخل بازار سعی کنین چی گپه. همراه ما باشین.
سلام علیکم مندن نباش. السلام علیکم. اشتن کاکا جو خیریت جانجوره. هوا شما خوبه؟ سعدمندم. چیکار میکنین کاکا؟ نشایی. بله یا شکم گوشت آدم. زنده باشین. اشته هستیم. الحمدلله. جان شما جوره. مندن نباشین شما. مندن نباشین. چیکار میکنین کاکا؟ نگاه کن چیکار میکنین. اینا انجیرا سوت میکنه. سوت. اینا میره به فرام. به فرام میبرین؟ به فرام. اینا من چنده کاکا؟ اینا دیگه هر روز یک آه. ریزار بچینیم بزیر. سادشه بلند سوسترا میزنیم به رو با اینا دوستای میزنیم به رو. همه خطر به سر بره. فرام نشه. اینا را بفروختیم. اینا فروخته هست اینجا به سر میبرن. با رنگ فرولت فرام میبرن. خب به چند فروختیم؟ اینا دیگه من تو خود نمیفهمم چنده. یا کارتنی داده اینا هر کارتن چند کیلو؟ نه من کی میدم من کی کارتن از خود از بابای. معلوم نیه به شما من چند دادیم ما. شاید که اینا به 120 روپیه آورده. 120 البته خود شما نیه. هر ما میخریم. میخریم که میگیم بفروختیم میشته. باغدارا خریدیم. باغدارا میخریم با میبریم میفروشیم. بس شما دست فروشی؟ بله. خب کاکا جان اشتنه روز چند میفروشیم؟ چند من چند کیلو چند خروار؟ روز هست 2 خروار 3 خروار هر روز میاییم. هر روز. از کجا میاییم شما؟ از میاد خونه خوب. میفهم از شهر می از می. نه از می زندگی نه. از زندگی. خب خود شما ملک نداریم باغ نداریم. چند جریب میشه؟ شاید 1000 متر باشه. 1000 متر؟ چند میشه؟ تقریبا 3 جریب. نه بابا. 2.5 جریب. 10 جریب هم نمیشه. 1000 متر چند؟ 360 متر یک با راست میگیم 330 چند. برادرها چه کارا شما نه؟ برادرها یا بچه خاله ما خدمت کمک میکنه. ایلالا من انجیره آورده. اینا صاحب انجیرایا. اینا صاحب انجیرا. بسیار خوب. ماما جان اگه چاش تو شب خودمون نمیریم خوشحال میشین. های دیگه. انجیر بخوریم چاش که وقت هم نیست. خب نه اینا اویه نه چیزی که اینا الکی هم میشه خورده. ها؟ همه خورده میشه. انجیر فایده بیشتر داره. ماما جان متعال بشنیدیم شما مردم قدیم که متعال میگیم نمیگیم؟ میگن خوردن حرام بردن حلال. بردن هم حلال خوردن هم حلال. تیار باشین کاکا جان. ما این خود شما کمک کنم. کمک کنه خوب خوردن کمک میکنه. نه مشکل خوردن نه ما این کمک کنیم بدون شوخی. نه مزاج شما نمیشه. پاک میکنم من یاد دارم. تشکر. تیار باشین. سلام علیکم مندن نباشیم همه دوستا برادرام مندن نباشیم بشینیم مندن نباشیم بشینیم لالا بشینیم به جا شما خیلی دوستای نازنین امروز به بازار زندجون آمدیم داخل بازار بسیار انجیر خرید فروش میشه لالا مندن نباشیم سعدمند هستیم اول شما خوبه؟ رو به رشد هستیم بله یا انجیرا شما نشتنه رو به رشد یا نه؟ خوب رو به رشد بسیار خوب مزدار بسیار خوب انال گپ بزنیم که اینا رو بخریدیم باغداریم میفروشیم اینا بفهمیم اینا رو انشالله رحمان و بساتیم میخرم از باغدار خب بساط داریم اینه بله با کجا بساط داریم؟ همین مسیر که فعلا حضور داریم خب همین بساط مبارک ما انشالله خب باغدار انجیر میاره بزینجه خب ما از او خریداری میکنیم هنه فعلا کمی بالا نکمینه اینا بارگیری برای کابل میشه انشالله میره به خیلی طرفه به کابل خب اینا رو باز شما ایتا به کیلویی نمیفروشیم دیگه؟ نه ما فقط کارتنیه کارتن کامل چند سال میشه این کار میکنیم؟ انشالله رحمان 15 سال میشه 15 سال بله خب دیگه کار کسبی از میوه برای شما بهترتر یا نه می تنها انجیر؟ فعلا کمی انجیر خوبه چند ماه انجیر دوام داره؟ 3 ماه 15 روز 3 ماه 20 روز دوام داره 3 ماه 20 روز خب این دوستا که کار میکنم چه کارا شما نه؟ اینا چند تا شاگردم خب دیگران باغدارم که انجیر میارم بسیار خوب انجیر از اینا خریداری میکنم فعلا منتظر تا کارتون از اینا خالی شه خب اجلالا وقت ساعت 5 و 6 شما میاییم
هر ساعتی که میریم به خونه حدوداً چند به گیر شما میآیه؟ دیگه روزا فرق میکنه. بعضی روزا 3000 2000 4000 بعضی روزا 5000 از کیسه خب با میگذاریم. چرا فرق میکنه؟ خب شما همودم میخریم همودم میفروشیم. نه. اینا که به پیش شما شو مونده نمیشه. اینا میبریم به شهر. یک روز بازار خوبه. انه بارگیری کابل کسی ثابت شده. این بار که ثابت شده باز اضافه ازی. تقریبا از این بارگیری کابل که هسته 40 50 کاتان که اضافه میشه. باز اونا میبریم باز به هرات میبریم. باز اون میفروشیم یک روز بازار خرابه. باز میگه 5000 10000 از کیسه خوب بخوریم. دیگه روزا معمولا فایده. الهی شکر الهی شکر. معمولا بیشترین روز فایده. الهی شکر. ما این خود شما کمک کنم بعدم بالا بعد ما مسته. ولی اینا بپیشم. بله اینو بعد دست کار. برو من یاد دارم. خلیفه همه شاگردانگی من بعدم برو نانه میگن که بیایم به درد گویی کس به درد. اول شما کاسب نشدیم. روز اول شاگردانگی نداریم. به خاطر که بعد کاسب شیم. کاسب نشیم نمیشه. هیچ رای نداره. چرا؟ تا کاسب نشیم شاگردانگی نمیشه. از اون که خود شما ما گپ میزدم کار کردم ما بیل ندارم. خلیفه خدا حافظ. نه بیایم بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برو نشوه. نشو منرالای به جونی نه. باشه اورکم بشوری منرالای بین میره. انجیر زندجونه از هر چیزی هم ارزونه. چرنیه؟ یه شعر بستلا شد. راحت کردم دیگه خوب. بیاین که برین خود شما استاسته اوسترم بریم او برم بریم که دوستا دیگه بالات کار همه انجیر پاک میکنه. اندازه خوردن خب پسورد داره اگه که نمیشینیم. خیر بینیم باشه باز گپ میزنه مشکل نداره. خوبه. ها بیاین که خود شما استاسته بریم دوستای خوب. ماما جان خیر خیرات بدیم اشته هستیم. الحمدلله شما خوبه. اول شما خوبه؟ بسیار خوشم. جان شما جور صدمندیم بفرمایید بشینیم خوبیم. بخیریم به زنده باشیم شما صدمند هستیم. نام خدا اشته انجیرا درشت برابر رسیدی. چقدر زحمت کشیدیم کوکو چند فیصد بزید درختو انجیر به برج دیگه میوه زحمت بیشتر داره باید رسیدگی بشه و چی به اینا باید داده شه که اینا میته رشد کنه و شیرین بشه چون بعضو انجیرها سعی میکنیم مزه شلغم نمیده از اینا ما چندانه نوش جان کردیم جا شما خیلی به داخل باغ واقعیت خوب شیرین بیدد بیشتر معلومات بدیم برای اینا اولا که ما انبار حیوانی میدیم بعد باز کد میدیم کد سیاه بعد از این از بهار از اول بهار تا بهار میتونیم زمان بکشیم انجیری که شاخهای گنده باشه شاخهایی که بغداد نمیخوره باید کنده شد یعنی ما خود انجیر دارم دوجری سم ما تفهمت از اینا بیتون نه همیشه بعد هفته دو روز سه روز خود میدن دور میزنم با هستم اگر انجیر یکی نکرده انجیر کد ندادی انجیر انبار حیوانی ندادی انجیر خشکور گنده میشه آن دور از اینا که با داد بخور نباشه. خود چرا اینا اینا ندادن این ندشه. خود چرا بچیندین؟ بچینه این بابا بچینه بیارده ما از بخریم. شما باغدار نی؟ نه ما میخریم. ما معامله‌گر میخریم. باغ هم دارم. مثلا میخریم انجیر هم میخریم. خب چند تا باغ انجیر دارید؟ ما یک دو جری باغ انجیر داریم. دو جری. خب معلوم است به شما چند دونه نوال داره؟ دقیق نه. دو جری نمیتونم. هزار تایی میشه؟ شاید هم باشه دقیق نمیفهمم. خب خدمات از این باش باره میشه. خب کاکا چرا وقتی کسب شما زمین چیزی داریم باغ داریم چرا نمیگین که اینا رو نچینم مثلا اینا که خشکه
اگه بابا کنجی رو میاد برای شما اگه بگین همین ما پس به خودتون بدون اون ناگوار میشه مگر بخریم به هر رقم باشه ما بخریم خوشم باشه میگم بخریم از اون دیگه باشه از اون بخریم اگه نخریم از ما ناراضی میشه خود از وقت همین میچینه میبینه چه پتو نمیکنه پتو نمیکنه ما میشیم بخریم قوم خیش همسایه اگه نخریم مشکل میشه بخیر باشه برادر بیا که خلاص شد انجیر ارزون برادر کارتن 30 روپیه اینا باغ بیبی من برادر بیا که لیلا خلاص شد گردن ببند به 74 ملیزی شفایه اینا با سو وقت بخوریم 7 انجیر بخوریم ایت قبول کنیم تا با نمازدگر مگرم نفهمیم به کدوم مسیر افغانستانیم همین انجیر بخوریم همین انجیر را این واقعا او خورده ماما حقیقت رستگی بگیم اتحاد دل از این کارتانو کدوم اگزمانه از شما اگه پول بدین هر چی مانه بدین خدا حافظ اگه پول بدین چی بیه خدا حافظ خیر بدین زنده باشین خیر بینید سلام علیکم ما به هر جا دعی خور بدیم 50 تا انجیر میدم مونده نباشین کاکا مونده نباشیم دور باشیم سعادتمند هستیم الحمدلله اول خوبه کارتان دارین کاکا به دست خوب اینا انجیر میخریم همینجا باز میفروشیم بخیر با میرات میبریم به شما مردم خوب به بسیار خوب کاکا جان این روزا چی رقمه فروش انجیر بیشتنه خوبه همین روزا هنوز که انجیر خیلی به دست ناماده خندش خوبه خود شما از خود خوب باغ دارین ما داریم چند جریب میشه؟ جریبی ما هر جای دودونگ داریم دودونگ مثلا هر جای دودونگ داریم چند جایه؟ 3 جا خب امسال نتیجه خوبی بداده انجیر خب فعلا که خوبه اگر آفت دیگه خدا نده خدا کنه که نه آفت چیزی نخوره کاکا جان شما گفتین که هنوز به دست نماده دقیق خود چرا اگر به دست نماده نرسیده چرا میچینیم نه که انجیرا درشت هم هسته این تو است که اینا به یک دم نمیرسه هر روز مقدار میرسه هنوز نو شروع شده خب این که ما خوب و خراب میچینیم ما مجبوریم بچینیم یا این کسایی هم که میخرم اینا با سورت میکنم خوب و خراب فرق میکنه وقتی است که خوبا میره مثلا با کابل میره یا با امروز میره به دیگه جا میره اونا سورت از اونا تا بزینا که تا بازار میفروشن فرق داره انجیر بابت دیگه میوه درختی یا انگور مصرف بیشتر یا کمتر زحمت بیشتره درخت که هست همون میوه خورمه ده او داده ما اینا به هر یک ما 2 بار 3 بار مگر بخجست میکنه اینا مگر هم بزنی که سو کنه این بخجست ها زیر بزنی هوا و آب و حساب کتاب از اینا برابر باشه مثلا باد نره انجیرا نمیتا خرابای میشه مثل اینی که ما بشیم ندار اینا زیر درختیه این سبا ما بچه بودم دیدم سبا یک رقم اون سال میدادم به قزنی به 90 کال دار 7 کیلوه یک رقم میداد 150 کال دار گفتم چی فرق داره گفت اینا زیر درختی و سر درختی داره گفتم راست میگه اینا از زیر درخت های اونا که هست سر شاخه و سطح جایی که هفته هم بخورده بادم از اونا برسیده اونا خوب روش کرده یکی با چیز هم کار نداره هرچی او هم بدیم امی چیزا بازم داره بسیار تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتین کاکا جان خوش آمدین خدا نگهدار شما بخیر باشید سلامت باشید چای هم میخورین خیر ببینید خیر ببینید به شعله میگم مریض می سلام علیکم مندن نباشه ماما جون باشه سعادتمند هستیم خیریته الحمدلله ماما جان ما دمی که بیامدم اینجا استاشیم آره دمی که بیامدم از سرا بیری شدم من
بیبی ما گفتم برو به کاکام سلام بگو، بعد از سلام انا بگو که یک 2 من انجیر بدین که با ما انا یک بلوک مفخور میمون آماده. حالا ما پولم عیاد ما برن 1-2 من انجیر بکشیم بدیم انا با دست بیبی خوب پولا شما ری میکنه. ما همون 2 من انجیر شما با ری میکنم دیگه. حالا شما ببرین به عذاب بشه. من که به شهر میایم اومدم بس شما پولا خور میاریم انجیر. ماما جان ما شهر نیم، ما غلی بالا زیر بیدا پهلو کاربر لنبیده. خب پس شما گندم بیاریم، من با گندم هم سودا میکنم. گندم بیاره خیلی گندم. پس یک کار دیگه میکنی تنباکو چوبرگ نماییم؟ تنباکو نه چلیمی نیم ما دیگه با کوخه میفتکیم. او غرود ماییم؟ نه او تا چیزا ما نماییم. یعنی ما ارزان بیار کاکا، کودو بیار کودو. خود اینا رو میخوریم دونا اونا رو تخمه رو هم برشته میکنیم. یک دقیقه بستکیم سعی کنی که چی میگه؟ به بیبی خود زنگ میزنیم. ماما بستکیم دیگه چرا ما این بچیم؟ الو بیبی سلام علیکم اندر باشین، خیریت جانجر تیار هستیم. بیبی جان بیامدم به پیش محمد دین اومد. محمد دین اومد میگم برابر یک پوست پیازی شما و بیبی شما به پیش ما اعتبار نداریم. چی؟ میگم به سینی ما پرپر زنیم اگه تخمرغ که داره مرغ داره بیبی تو تخمرغ بیار ایواز. میگم از این مرغا یک چند دونه ری کنیم یا تخمرغ؟ مرغ نمایم، مرغ کوچوله میگیره، تخمرغ ری کنیم. میگم تا نمازگر پول شما ری میکنه. آخه نه اوتا نوشته نمیشه. من ری میکنم انجیرا ما بیبی بیای ببره. به سر ما فیل خداحافظ بیبی خداحافظ. شما انجیر بشورو که بخورین که ما اراد ارجو میرفتیم. به سر ما فیلم بازی نکنین 2 من انجیر بدیم میبریم پلا خور مستر میارم. خب نه من میگفتم انجیرا هر جا که شما نشونی بدین من میارم انجیرا. خود میارم دیگه. شما چرا عذاب کنم؟ خیر بینی. باشه انجیر بخور. تیار باشه. خداحافظ. تیار باش. خداحافظ خیر بینی. انجیر بخوریم بابا. تشکر خیر بینی. خیر بینی نمایه. خیر بینی خداحافظ شما. ببخشید مونده نباشیم لالا. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ خوب هستیم. بخیر هستیم. شکر الحمدلله. صحتمندیم. بشینیم کاکا بشینیم. شما میگم خوب شیرا میخونیم تا خور معرفی نکردم. اول خور معرفی کنیم دیوم از یک 4 بیتی بخونیم یا یک شعری بخونیم. نونار بدیم برا. اینا برای چی مایی؟ برای خوردن. خب شما گوش کشیم برادرها. اینا نانی از اینا ری کردم برات نونام داغ به داخل پلاستیک اینا هم خمیر میشه. برو گوسفندار بردار از بیرو که سراب ببرک به سراب بچلون من اینا پوش میکنم. اینا به سر میبره. گوسفند نداریم بابا نونار ببر کامه میمونا مال زوف کردم بوده بخش شو کاکا. بله اشته هستیم الحمدلله. زنده باشیم سلامت باشیم. انا شما یک لطفی بکنیم کاکای گلم هم یک شعری بگیم. اگه 4 بیتی که پیشتر گفتیم من خود 4 بیتی یاد ندارم یک شعری برای نون خورده یاد داریم. نون خورده میتا فول. خب بریم یک شعری بگیم. دیگه پیشتر شما با یک برادر مصاحبه کردیم از انجیر گفتیم و که انجیر بدیم و برای بیبیم و باز اونا گفتم نمیدیم و میدیم. خب خلاصه به قرض ماستون برو مفتن ما گفت صفا و صلح و یک رنگی در این عالم قدیمی شد. خب توقع از رفیق و مونس و همدم قدیمی شد. میاور بر زبان نام از وفا از خیر آن بگذر. وفا تنها نه اینجا بلکه در عالم قدیمی شد. به گرد شهر میگردی که تا پیدا کنی آدم. به جان حضرت آدم که آدم هم قدیمی شد. گفت بخندان و بخند میتوانی زان که میترسم پس از چندی ببینی خنده هم دیگر قدیمی شد. بسم الله. یک چک ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من. انجیرم مفته گردیدی به کیسا خوجا کو. میکنم فدا جان را گر روزی انجیر باشه. غرمه از گوشت شیشک. ماما جو خش نکنیم برارمه. مونده نباشیم شما صحتمند هستیم بخیریم. اول خوب زنده باشیم سلامت باشیم. این انجیرا برای ما بخریدیم یا شما نه؟ این انجیرا هم از خودمونه هم میخریم هم میفروشیم. خب
من چند اینا رو بفروختیم؟ من چند بخریدیم؟ من 100 روپیه میخریم، من 120 150 بستگی داره دیگه، بستگی به انجیر داره، چه انجیر باشه، انجیر خوب باشه. اصلا فکر کنیم انجیر درجه یک شما به چند میخریم و چند میفروشیم؟ انجیر درجه یک به 100 روپیه میخریم، 120 130 تا 150 هم میفروشیم. 150. بله. خب من یک 20 روپیه برای شما میمونه. بله من 20 تا شما 100 من میفروشیم. ماما جو ببخشید. بستگی داره دیگه. شما کار خوب کنید، من کار خوب میکنم. الی استر بسته که ماما جو قط بالا ما بتا دل شما شه. خب 100 من میگه میفروشیم. بله. میبینیم ماما ما به گپ نگدشتن. خب چیکار کنه؟ گردن ما بند با شجاعت شما باشه این مردم جک کنه که مینا رو همه چور کنن. یا اینا شما نه؟ از ما نه. بله. بسیار خوب. کاکا جان، لالا جان، از حوال انجیرا که شروع میشه تا با آخر انجیرا چند روز یا چند ماه یا چند هفته ادامه داره انجیر چینی؟ 1 ماه تا 40 روز ادامه داره. خب بله. چند چین میده؟ دیگه به هر هفته یک چین، بستگی به او کوت و اوی داره که مثلا هر چه زودتر رو رسیدگیش زودتر چین میده. خب وقتی که شما همه قدر میفهمیم که هر چی که بزرگ زحمت کشیم بی‌ترتر نتیجه میده، چرا کار نمیکنیم؟ چرا میکنین دیگه؟ خب چرا مثال نه خب شما مثال زدیم. اکثر زندجون الان مثلا 80% زندجون کلا انجیریه. شما تا هر باغچه برین، تا هر باغ بریم انجیریه. فقط تنها کارو بشده که انجیر مثلا انجیر زرد مثلا صادرات میشه، انجیر سیاه اینا داخلی بیشتر استفاده میشه، به صادر نمیشه. اگه انجیر زرد هم بکنیم ان شاءالله که نیت داریم مثلا خود ما یا هم فامیلا دوست همسایه که انجیر زرد که به خارج هم صادر شه. الهی شکر، الهی شکر. ما هم دعا میکنیم که خدای پاک به هر باغ شما، به هر درخت شما دو خروار، به هر درختی دو خروار انجیر بده که یک روز مردم به فیض برسن، ما و دگرا و دگرا. شما که گردن هم بند باشه اگه مورچی کوری به فیض برسه. خدا حافظ ماما جان. کجا میریم؟ نریم خدا شما با انجیر خورده داخل باغچه بریم. میریم داخل با پله رستی هستیم. سعی کنیم بچینیم دیگه از جون درخت خود شما بکنین که شیرویی هم پشت دست شما بچه که سید احمد جان همون فرغون بیار برارم یک از اینا بردار. از اینا چرخ میریم هانی برار هانی. اینا نیم تازه دیگه دستچین میکنه خود شما بچینیم بفهمیم اگه زحمت داره. اون فیلمار ما 35 سال پیش بازی کردیم. شما میریم به سر ما 40 کارتن میچینیم 1 کیلو انجیر به تخلیته میکنیم. خدا حافظ معامله ما به شما رنگ نداره. ها برارم. زنده باشید. سلامت باشین. خوش شما. خوبه. شما جوره. هستیم. به عجب انجیرا داریم. چند کیلو شده اینا؟ اینا 13 کیلو 400. خب نماستیم این زبرار. اینا قابل شما نه، هر چند که ما به شما تقدیم کنیم بازم کمه. شما تقریبا 45 کیلومتر را تشریف آورید ولسوالی زندجان. سلامت باشید. افتخار همگی مونی. سلامت باشید. زنده باشید. شما اومدیم. هموز قربان شما. ما به خدمت شماییم. برار گپ بزنید که اینا باغداریم، بخریدیم، میفروشیم، چی رقمه که ما باغدار هم هستیم. شکر. هم میخریم. خب بله. اینا رنال از کی خریدیم؟ اینا از لالا نوی جان خریدیم، از جاخ مصطفی اینا خریدیم. خب اجی کاکا بیایم یک دقیقه اینجا خریدیم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. کاکا جان مونده نباشیم. زنده باشین. خیریات. هستیم. اول شما خوبه؟ جان شما جوره؟ مریض خسته کنیم؟ بله. مریض چیزی کنیم؟ نه. الهی شکر. الحمدلله. کاکا جان گپ بزنید که چند باغ داریم، چند جریب بشه یا دیگه با شما مردم شاید باغا شما با دیگه شکل باشه، مثل همین دشتا که میگم مچم چند شو او مچم چی میگم جریب همون کوریزای اونو بعد از منطقه زندگی چند تا باغ داریم کاکا؟ ما فعلا خود ماکانه داریم. خب اینا از کجا آوردیم شما؟ اینا رو از این باغا مردم میخریم. شما دست فروش تقریبا. بله. خب اینا کاکا من چند بخریدیم، به کاکا من چند دادیم. سلام علیکم. مونده نباشید. خوبیم کاکا جو، خیریت بخیریم. اینا خود ما که نخریدیم، امی آخوند صاحب مولا عبدالحی خریدم اینا. خب اینو من 75 روپیه امروز بخریدم اینا.
چرا با اینجا ارزونه؟ واسه از که ارزون به شهر میخره. اگر به شهر خرید بیشتر باشه بهتر باشه اینجا بیشتر میخرم. ولی پریروزا پیش روزا تو با 200 هم بخریدم، با 180 هم بخریدم، 150 هم بخریدم. امروز با ارزونتر زیادتر شده. وقتی که زیادتر میشه اینو قیمت میای پایینتر. آها بسیار خوب. بسیار خوب. من یک 20 روپیه برای شما میمونه. از اونجا بازار باشه ها 20 روپیه. این روزی شده باشه نماشون برفته باشیم 4-5 هزار پیسی کوتاون دادیم. ما با 105 روپیه بخریدیم. با 80 روپیه دادیم. من 25 روپیه تاون. من یک 5-10 روپیه هم کسر داره. کسری کالی چی به خاکی بلا ردی. خدای وکیلی به 105 بخریدیم با 80 روپیه دادیم. چند سال میشه که شما دو بزرگوار کسب انجیر دارید؟ حدود تقریبا 15 سال. رضایت داریم؟ الحمدلله. خدا شکر. الهی شکر. بیننده‌های خوب نازنین، خدا کنه که تا این لحظه خسته نشده باشیم از برنامه کوچه به کوچه از کانال طنز نعیم جانو تا به فردا شب شما به الله پاک نازنین میسپاریم. ولی زیبای زنده جون بفهمیدید اینا هم به خدمت شما همراه دوستا داریم ببریم که شما زحمت کشیدین بیا اومدیم. اگه داخل زمین میرین داخل باغ میریم باز هم ما به خدمت شما هستیم. این توفه کم ما قابل شما نداره. کاکا جان مطل بزرگا گفتم که خوردن حروم بردن حلال. ببریم بردن میتونیم. یک دست تکون بدیم. تشکر جان سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشریف آوری شما را به زندگان قهرمان تبریک میگم. به این فوشنج باستان و این سنگر مجاهدان کلید فتح فاتحان به زندگان قهرمان خوش آمدید. از همگی شما برادران تشکر که تشریف آوردن بعد مدت ها که مردم چشکشون بودم دیگه گروه خیلی آمدم اما گلر نموده. راست میگن زنده باشیم. در حالی که میگم 2 تا ستایی بخونم 2 تا ستایی هم شاید بتونم بخونم بخونیم خیلی بینم. الله زنده جان قربانی اوایت نباشه در جهان شیر بچه هایت. ای تمام بمب راکت و اوریگان فدای سنگران جان فدایت. غم فوشن مرا دیوانه کرده زخیش و آشنا بیگانه کرده. دیگر غم ها شود روزی فراموش غم فوشن به قلبم خانه کرده. ای لالا گیلگم قربان غط تو بریزم چسبمونا به سر تو. ای بریزم چسبمونا بسته بسته بچینه امی جان از دوبر تو. لالا گیلگ تو قربان سر من بریزی چسبمونا به سر من. ای بریزی چسبمونا بسته بسته بچینه دخترا از دوبر من. خاتم پیرترک هرچی ما این بخوریم. گاهی فوشنج و گاهی در هراتم گاهی در زندجان قهرمانم. الله گاهی در کو سر میزنم حق گاهی خدمت گذار به دوستانم. ای جوانی هم بهاری بود و بگذشت به ما یک اعتباری بود و بگذشت. ای میانی ما و تو یک الفتی بود که این هم نوبهاری بود و بگذشت. ای شدم پیر و ندارم ایجو چاره جوانی را نمیابم دوباره. به جانم علت پیری اثر کرد رفیقا میکنن از ما کناره.
به جانم علت پیری اثر کرد رفیقا میکنه از ما کناره من میرم کنجی اختیار کنم لا 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 خیلی بله ما باش بیایی حال دل شیدا چی میدانی؟ تو ای آسوده دل حال دل شیدا چه میدانی؟ اجاقت گرم باشد از شب سرما چه میدانی؟ تو که بر تخت بخت بنشسته و آسوده میخوابی غم جانکاه و از بیداری شبها چه میدانی؟ به اوج نعمت هر آنچه میخواهی فراوان است ز درد آن که را نیست لقمه فردا چه میدانی؟ ندیدی و نبینی فقر و درد و کیسه خالی ندیدی و نبینی فقر و درد و کیسه خالی از این رنج و از این اندوه و این غوغا چه میدانی؟ بهار تیر روزان صد زمستان در میان دارد ز برف و ژاله و از صخره و صحرا چه میدانی؟ تو که در ساحل زیبا بساط عیش گستردی از این حیران که او را میبرد دریا چه میدانی؟ اثر از عزیزمت حیران نساخته خود شب